من یه ویدیوی ددپول ساختم و فروش خوبی داشت. ددپول ازم حمایت کرد. بازی ایده کشتن کسایی که سابسکرایب نمی‌کنن فوق‌العاده بود. ادامه بدیم. بیام با کیرم حرف بزنه. اوی سوژه منو کجا میبرید؟ ویلسون نباید بذاری بزنن تو گوش سوژمون وگرنه بازی رو از دست میدیم، ویدیو رو هم از دست میدیم. نگران این قضیه نباش. بازی آتاری فوق‌العاده است. نگاه بکن تو رو خدا. بازی آتاری یادم نمیاد به کسی پول داده باشم بازی آتاری طراحی کنه واسه این قسمت. این قسمت واسه اونایی که سابسکرایب نمیکنن. چرا باید واسه کسایی که سابسکرایب نمیکنن ویدیوی خفن ترجیح بدیم؟ همین کوسچه رو براشون میذاریم ببینن دیگه. 3 تا اسکلت اینجا. 1 2 3 یاد. خب این چه کس و شعری بود. فکر کنم لازم باشه این تیکه ها رو از بازی حذف کنم. تو که مشکلی باش نداری نه؟ هی در مورد بازی من اینجوری حرف نزن کلاغ سیاه. هر جور مایلی. این بازی فوق‌العاده است. خب بریم از این در خار. بیپ بیپ بو. آی امیر چطوری داداش؟ میخواستم در مورد بازی صحبت کنم که این چه کسشگی ساختی مرد حسابی. هر وقت پول برگشت و دادی کنم برات درست میکنم مرتیکه. ببین من یک مرد مولتی میلیاردر با لباس قرمزم که یک حساب با 3 میلیون تا سابسکرایبر داره که میتونه تو رو در آن واحد خریداری بکنه و بذاره جیبش. 2 میلیون و 100 2 میلیون و 101 2 میلیون و 100. بازی 3 بعدی کن چغال. یه داو اومد دست ما زد. چه خشن. دارم میام سراغت بانو. ای رفقا اومدید بازی کنید. من عاشق بازی کردنم. بخور بخواب بخور. الان مشخصا دیگه حال ایدید زدم برای این سکانس ها رو نداره. هست خودم کارو در میارم. بیا حالا بازی دارم با تو. بیا سرشو میگیم. بخواب تو برو بالا. نفر بعدی. گلولهاتون به من جواب نمیده چاقالا. من آنتی مرگم. اینجی چاقال من خیلی قویم. بدون تمرین میبرم. بیا بخورش جاذبه. واقعا درک نکردم. بوی انچه جذابیتی. بخواب بینیم بوی انچه جذابیتی برای سازندار. سلام چطوری؟ بچه زشت. بچه پدرسک. بچه پفیوز. بچه زشت. بچه حال و همزد. پیداش کنم و کون دارش میزنم. همونجا که هستی وایسا. من آلگود اسکرپ چتم. خب به چپم. اسپم نکن بی خواهی. بیا خوبت شد. یه 2 دقیقه ما بدونم بزنم. من بزنم. نامردی بازی بکن. بنگ فیوز رفتن کجا قایم شدن؟ واقعا خوب میتون کردن. سلام چطوری داداش؟ بیا اینجا ببینم. وای زیادن. بخورش. جاذبه سرشو بگیر. شاتگان رو میبینی؟ شاتگان رو کنید. آی زن عروس ننم میشید.
آخ اعصاب مصاب نداری خانم جون، واقعا که داشته باشید. میخوام مخشو بزنم بچه. میای بریم خونمون. شما خیلی قوی و قدرتمندی. یه دنبل دارم هیچکس نمیتونه بلندش کنه. بزرگ تو هم توپ داره زیرش، اصلا فوق العاده است. تازه یه خرگوش هم دارم رو پایی میزنه، میتونه با تمرین بکن. میخوای اینجوری بازی کنیم؟ باشه اینجوری بازی میکنیم. حاجقای منم اینجوری فرود میای. Think you're clever? Think you're cool? You ain't the only one with power, little geek. Oh, now that's impressive. عزیزم هنوزم میتونیم با هم کار کنیم و You disgust me! بیبی میبینم که با قدرت خودت بگاه سگ رفتی. بابا بی خیال. ذهن خان واقعا تو رو آوردن اینجا؟ اوه خواهی چسبوندم ترسناکی. مسیرم رو به بالاست نمیرم به پایین. اعصاب ما رو گایید. اش بزنمت دیگه پارمون کردی. ببین موت. این چیه؟ اوه اسباب بازی مورد علاقه. بخورش. میخوای با ذهنم بازی کنی ها؟ فقط نبود رو من تأثیر کن. اما رفت تو در مادرت گایدم من قدرت همینجا میگیرم میکنم ولی جدون My stomach. What the? بله قربان همش همین بود. اون پرشت خرشله قرمز پوش حمله کرد و کل سربازای منو کشت. جالبه تو مدت زیادی به من خدمت کردی و بالاخره خدمتت به اتمام رسیده داداش. هایه زدم مادر صبح بچه رو گاهیدم. بذار ببینم همون کلاغ همچین چیزی رو داخل دیالوگا ننوشته بود. اصلا همچین چیزی نیست. آستان عوض میشه.
خیلی ببخشید جناب زشت دلغک کله قرمزی، من اومدم اینجا که سوژه‌مو پس بگیرم و تو اونو کشتی، پس میتونم با افتخار کیرمو بکنم دهنت و تو بگی ممنونم چاقال. البته چرا به روش من پیش میری؟ واسه اینا داری چه غلطی میکنی؟ اینم تو دیالوگا نبود که چه اتفاقی داره واسم میافته؟ بلند شو بی مصرف، این منطقه رو ترک میکنیم به سوی جنوشا. اینجا بهشته، به دارم دوتا حوری میبینم. بوفا Deadpool, you need to listen to me. Mr. Sinister has taken over Chance White. دیالوگو قاطی پاتی شده حاجی، دافیه، بهتره باش برم تو دیت، واقعا ایده عالیه. یکی تو دیگه همینجا واقعا یه بوده. نره بدبختی ولورین نه؟ داداش تو همینجا. سلام اسکایلا، همه چه عالیه که دختر گفتن باید بریم جلو سینستر رو بگیریم تا بمب کیر نریزه رو خونمون. با هم بریم. یعنی من میتونم پرنده سیاهو برونم؟ وای من همیشه دوست داشتم پرنده سیاهو برونم. میشه یعنی تو رو خدا ابدا راه نداره. تو بمیری؟ چرا به صاحبم رانندگی نمی‌کنی؟ رسیدیم به مقصد دوستان. بهترین خلبان دنیا خودم اصلا هم مهم نیست تصادف کردم، مهم اینه که به مقصد رسیدی. ولورین قنده اصلم بیدار شو، پاشو، بیدار شو. این به خاطر اینکه هیچ وقت نمیگی سلام، این به خاطر اینکه بچه بیازی، این به خاطر اینکه فیلمت بیشتر از من فروش داشت، این به خاطر اینکه عوضی عزیزی، این به خاطر اینکه کل زنها عاشق تو میشن، این به خاطر اینکه خیلی زردی، این به خاطر اینکه دوست دارم، اینم به خاطر اینکه ازت متنفرم، عوضی زشت کچل بیریخته هیو جکمنت گرگ زاده پوفیوزه. پاشو دیگه، نمیخوای بیدار شی؟ بیدار شو. پاشو مخاطب با سلش سر رفت. پاشو. خب انگاری میلی به بلند شدن نداری. دوستان ممنون از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین. تا پارت بعدی من یکم کار با این خانومای محترمه دارم، بهتره شما تماشا نکنید، اینجا مناسب شما نیست. تا قسمت بعدی بالاخره. نمیخوای بری؟ سیک